شهردار دوشنبه رستم امامعلی روز 14 نوامبر سال 2022 شفقت رئیموف دستپرور مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 9 اوید به بوکس شهر دوشنبه را که اخیراً سزاوار کمربند قهرمان جهان طبق فرضیه IBF یا فدراسیون بین المللی بوکس و نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان در بوکس کسبی شد شخصا به حضور پذیرفت و به او همچون نشانه قدردانی کلید خانه دوجرگی را در پایتخت سپرد. رستم امامعلی اخیراً با صدور یک قرار به شفقت رحیموف برای نائل شدنش به مقام قهرمان بوکس جهان در پایتخت خانه دوجرگی تقدیم کرد. خدمات مطبوعات شهردار دوشنبه گفت رستم امامعلی شفقت رحیموف را برای سزاوار شدن به مقام قهرمان جهان تبریک گفته به او در مسابقه های آینده برای مظفریت تمنا کرده است. شفقت رحیموف 14 آگوست سال 1994 در شهر قرغونتپه در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده است و در تالار ارخانگل میخائیل در شهر اکاترینبورگ روسیه مشق میکند. شفقت جان شاکرویچ رحیموف 3 کرته قهرمان بوکس تاجیکستان بوده. سال 2017 طبق فرضیه IBO یک سازمان دیگر بین المللی بوکس نیز عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود و تا سال 2019 عنوان قهرمانی را پیش خود نگاه داشته بود. شفقت رحیموف سانه 5 نوامبر در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب در راوند نهم مجدن بریتانیا زلیفا بریتر را به نکاوت فرستاده و بار نخست در تاریخ بوکس کسبی تاجیک صاحب عنوان IBF گردید. IBF یکی از بزرگترین سازمان‌های بوکس کسبی در جهان دانسته شده سال 1983 در امریکا تأسیس یافته است. در گذشته مشت‌زن‌های مشهور دنیا از قبیل جورج فورمن، ایوندر هولیفیلد، مایک تایسون، ولادیمیر کلیچکو سزاوار عنوان قهرمانی جهان طبق فرضیه IBF شدند.